حولی پدر آدم حولی پدری میگن گرچه در این کهنه ده حالی کسی نیست به خانه و در کردن هم یاد پدر کردن است. این ویرانه و چرده‌ولی بسیار است. این خانه هایی که ما تولد شدیم و ما گودک بودیم این خانه ها نیستن. از اونا این مانده است. همین زمینی پدری هم زمینی پدری است ولی از زمینی که همینجا تولد شده. زمینی پدری ها زمینی مادری من وطن هم زمینی مادری من است. زمینی مادری خانه‌ای که ما بودیم من ایمانده است. من اینا موزه کردنی بودم. من موزه. بهتری میشه موزه چی میمونه مرد اوجه؟ برای چی استوال اثرهای شما مثلا خاطره ها از تیموری صبح؟ من خیلی موزه کردنی نبودم. من موزه که با هم اسباب انجامی که در داره گودکی های ما بودن. یا سطلی زنگ زده، یک سطلی زنگ زدگی شکسته، یا چختگی لوش پریدگی، یا کوزه دستش پریدگی، همون چیزایی که ما دارم یا بلی زنگ زدگی، همون چیز ما دارم اونم خیلی موزه. بعد برای چی پیدا کردن نشد مگر؟ نه ما که دیگر ایده شد در سرم هست بچه ها دا گفتم با یک بچه رامیز میگن بچه من در این کار کامپیوتری کار میکنم میگفتم خیلی موزه بوده است. ما بودم چی خیر؟ گفت که در منگره یا مرده کرده بوده است خیر. همه چیزای عجیب بود قشلاقشه که همه خاص قشلاقی هستند. همونا رو جمع کرده موزه کرده بوده در منگره. گفتم این ایده احمد زیده است. اینم بطش دستم اینا نبودن. اینا نبودن. از او کهنه ها چی زنده مانده است؟ استاد جمعه شب‌ها خواب میرید آرام است؟ آرامی؟ خانه حولی مادر مقدس است. مقدس است بودایی که حولی مادری و پدری این یک مثلا قزاقا در حولی هم ندارن خانه هم ندارن دیگه در یک سری سنگ یا در بیخ یک چی تولد میشن در بیابانی خالی در فرض کن بیخ یک بوته میگه وطنه سنگاداک میدن یا بیابده سنگاداک سنگی توکو ایل و پشتنگی توکو جوره بیننگی توکو عقلی تگی سنگی توکو سنگاداک